روزتون بخیر باشد بینندگان مهربان. سرخط رویدادها را تماشا دارید. امروز 20 ینور از بازداشت یک گروه متهم در آزار و گروگانگیری مهاجران تاجیک میگوییم. بررسی صادرات پیاز و سبزی ختلان به قزاقستان، مجازات خوش‌طامانی بدجهل در ولایت سوخت و کمک‌های پدر چورگانیک‌ها در دوشنبه از رستم امامعلی. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید صرف نظر از هشدار و توصیه‌ها اویدی رعایت قاعده‌های بی‌خطری در فصل زمستان و نظارت شدن کودکان از سوی والدان، این مراجعت‌ها نادیده گرفته می‌شوند که باعث سر زدن فلاکت‌ها می‌گردد. از جمله شام دیروز ساکنان دهه گجک دهات دهقان‌آبادی حصار پسر بچه 16 ساله و خواهر 7 ساله او هنگام عبور از دریای یخبسته خانقاه از بین یخ‌ها افتادند. همسایه‌ها توانستند پسر بچه را نجات بدهند، اما جستجوی دختر چند مدت ادامه نموده تنها جسد او را 30 متر دورتر از جای حادثه پیدا کردند. بعد گاز مایع نرخ سوزشواری دیزلی نیز در تاجیکستان رو به پایین روی دارد. در مرکزهای فروش مواد سوزشواری ولایت سوخت قیمت این نوع مواد سوخت 11 سومانی و 80 درهم شده است که 20 درهم ارزانتر از ارزش قبلی می باشد. مسئولان شرکت ها سبب تغییرات در نرخ را با قیمت نسبتاً ارزان وارد شدن سوزشواری دیزلی به کشور وابسته کردند. مواد سوزشواری به تاجیکستان اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می گردد. حالا در شمال کشور 1 لیتر گاز مایع برای عوض 3 سومانی و 60 درهم فروخته می شود. بنزین نوع 95 8 سومانی و نوع 92 7 سومانی و 60 درهم است. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان به رانندگان توصیه داده است در هوای سرد این شب و روز از 20 درجه و بعضاً زیادتر پس شدن حرارت هوا از سوزشواری زمستانه استفاده نمایند. مقامات حفظی حقوق تاجیکستان اعضای گروه متشکل جنایی را بازداشت نمودند که به آزار و تمجید مهاجران تاجیک در قزاقستان متهم میشوند. وزارت کارهای داخلی میگوید 4 شهروند گمانبر تاجیکستان همراه با شریکشان که زاده ازبکستان بوده است در ماه آگوست سال 2022 با استفاده از سلاح، کرد و تبر و با تهدید کشتن مهاجران تاجیک را که در قزاقستان کار میکردند گروگان گرفته مجبور مینمودند که هر ماه از سر معاش خود به آنها از 200,000 تا 800,000 تنگه قزاقی معادل از 500 تا نزدیک 2,000 دلار دوله سپرند. 2 مهاجر تاجیک که از این بیدادگری ها جانشان به لب رسیده به مقامات حفظی حقوق مراجعت کردند. بعد این اعضای گروه به تاجیکستان فرار نموده در آنجا بازداشت شدند. به این متهمان که 3 نفرشان ساکن ناحیه شامنصور دوشنبه و یک کسی دیگر از ناحیه قبادیان می باشند برای تمجید تا 20 سال زندان تهدید می کند. دولتعلی سعید اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان دیروز با سفیر قزاقستان در تاجیکستان همکاری ها در سمت صادرات محصولات کشاورزی را بررسی کردند. ولی خان تورخانوف گفته است آنها نیت دارند صادرات سبزی و پیاز و کرم را زیاد کنند. با این هدف صاحبکاران قزاق تیارند 15 میلیون دلار پیش پرداخت نمایند. در پای دولتعلی سعید به مسئولان سپارش داده است که میدان کشت پیاز را وسیع و حجم استحصالات را بیشتر نمایند. این در حالی است که در ماه آگوست سال گذشته مقامات تاجیک در پی 4 برابر بالا رفتن نرخ پیاز در بازارهای کشور صادرات آن را به خارج منع کردند. اون وقت پیازی که از 1.5 تا 3 سومانی ارزش داشت به 5 و 7 سومانی دکه خورده بود. بعد منع صادرات نرخ آن 50% پایین آمد. مقامات ولایت سوخت به تحقیق حادثه اذیت کلین از جانب خوش‌طامن آغاز کردند. هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که در آن دیده می شود خوش‌طامن کلینش را در روبروی دوربین تلفن موبیلی استنطاق می‌کند. به این زن که ظاهراً کلین خانواده است خوش‌طامن فشار می‌آورد تا دیگر به اجازت نان نخورد و وعده بدهد که شوهر و خانواده شوهر را بی‌حرمتی نمی‌کند. اکبر شریفov سخنگوی ریاستی وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت کارمندان نهادی آنها این خانواده را در شهر اسفره پیدا کردند. او علاوه نمود که نسبت به خوش‌طامن این زن برای زورآوری در عائله پرونده مأموری باز شده است. این بند قانون نسبت افرادی که به عضو خانواده‌شان که از نگاه مالی و اقتصادی وابسته آنهایند زورآوری می‌کنند از 128 تا 320 سومانی جریمه پیش بینی می‌نماید.
волидайни чоргонико аз шаҳрдори душанбе дархост доранд ки барояшон кӯмак намояд то аз иҷоранишинӣ бо кӯдакони хурдсолашон халос шаванд. чоргоники сокинони пойтахт Далер Файзуллоев ва Сарвиноз Аскарова моҳи декабри соли 2020 дар Душанбе ба дунё омаданд. падари онҳо дар суҳбат бо Азия Плюс гуфтааст ки ин ҳама муддат муроҷиатҳои ӯ ба ҳукумати ноҳияи Сино ва вазорати тандурустӣ барои дарёфти хона натиҷа надодааст. ин хонавода то кунун бо 5 фарзанд дар хонаи иҷора ба сар мебаранд ва ҳоло умедашон аз Рустами Эмомалӣ аст ки барои ҳалли мушкилоташон мусоидат намояд. дар гузашта чанд сокини Тоҷикистон ки чаҳоргоник таваллуд карданд аз сӯи мақомот бо манзили зист қадрдонӣ шуданд. ҳамин ҳолу хабар расид ки шаби гузашта як хонавода дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон аз дуди ангишт заҳролуд шуданд. падару писар ҷон доданд, модар бо як писари дигараш дар ҳолати вазнин дар бемористон буданд. тафсилоти ин фоҷиаро ҳамкорони мо пайгирӣ доранд. طبق معمول بینندگان عزیز در این قسمت برنامه اوید قرب اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان اطلاع میدهم. بانک ملی امروز نیز قرب روبل روسی را به تغییر گذاشته است. به همین ترتیب 1000 روبل 148 سومانی است. $1 10 سومانی و 26 درم و یک یورو باشد 11 سومانی و 10 درم می باشد. دوستان مهربان سپاس برای همراهی و امیدوارم که در برنامه اخبار آزادی نیز با ما خواهید بود. تا 4 ساعت دیگر برای کار.